احتمالاً شما هم بارها توی فضای مجازی یا حتی بین حرفهای روزمره شنیدید که یکی میگه این دختره ددی ایشوز داره، یا فلانی شوگر بیبیه، یا شوگر ددیش فلان چیزو براش خریده. I am looking for a sugar daddy with a boat. I repeat, a sugar daddy with a boat. ولی همیشه من هر موقع این حرف‌ها رو میشنیدم یه چیزی توی ذهنم بود، یه سوالی برام مطرح میشد، اینکه آیا واقعاً هر دختری که با یک مرد خیلی بزرگتر از خودش وارد رابطه میشه ددی ایشوز داره؟ یا همه کسایی که شوگر بیبی میشن حتما یه زخمی از کودکیشون دارن و اصلا فرق بین این دوتا اصطلاح دقیقاً چیه؟ پس رفتم راجبشون تحقیق کردم و دیدم که خیلی وقتا این دوتا اصطلاح اشتباهاً به جای همدیگه به کار برده میشن. پس قراره که توی این ویدیو همه چیزو از پایه برات باز کنم، بدون قضاوت ببینیم که تعریف دقیق هر کدوم از این اصطلاحات چیه، مرز بینشون دقیقاً چجوری مشخص میشه و با یک دید علمی و نگاه روانشناسی و اجتماعی به این مسائل نگاه کنیم. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باش که کلی مطالب جالب برات آماده کردم که مطمئنم خوشت میاد. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. خب اول از همه بریم ببینیم که ددی ایشوز و مامی ایشوز یعنی چی واقعا. اصطلاح ددی ایشوز و مامی ایشوز یک عبارت عامیانه است، یعنی توی دیکشنری های رسمی روانشناسی وجود خارجی ندارن، ولی از دل مشاهدات رواندرمانی و نظریه های روانشناسی بیرون اومدن. معمولاً وقتی از این اصطلاح ها استفاده میکنن که بخوان بگن یک نفر توی رابطه هاش هنوز درگیر زخم هایی از پدر یا مادرشه، مخصوصاً زخم هایی که توی کودکی ایجاد شدن. اگه بخوایم با زبون علم روانشناسی این موضوع رو بررسی کنیم، جا داره که به یک آزمایش خیلی جالب توی زمینه دلبستگی اشاره کنم. اسم این آزمایش وضعیت عجیب هست و توسط روانشناسی به اسم مری ایینسورث انجام شده. مری توی سال 1978 این آزمایش رو طراحی کرده و میخواسته بفهمه که بچه‌ها چجوری به دور شدن و برگشتن مامانشون واکنش نشون میدن. آزمایش چجوری بوده؟ بچه‌های حدود 12 تا 18 ماهه رو آوردن توی یک اتاق بازی. این آزمایش 3 مرحله اصلی داشت. توی مرحله اول مادر و کودک مشغول بازی با همدیگه میشدن. توی مرحله دوم مامانه یهویی میرفته بیرون از اتاق و اون بچه یا تنها میشده کاملا یا با یک غریبه تنها میمونده. توی مرحله سوم آزمایش هم مامانه برمیگشته. حالا اومدن نگاه کردن ببینن که واکنش دقیق این بچه ها چجوری بوده و اینطوری نتیجه گیری کردن که به طور کلی 3 تا الگوی اصلی توی واکنش بچه ها دیده می شده. یه سری از بچه ها اولش ناراحت می شدن، ولی وقتی که مامانشون برمیگشت سریع آروم می شدن و دوباره باهاش بازی می کردن. این نشون میداد که اون بچه به مامانش اعتماد داره که برمیگرده و ازش مراقبت میکنه و نتیجه گرفتن که این بچه ها یک دلبستگی ایمنی توشون شکل گرفته. یک گروه دیگه از بچه ها بودن که وقتی مامانشون میرفت خیلی هم ناراحت نمی شدن و وقتی مامان برمیگشت هم باز بی تفاوت رفتار میکردن. نتیجه گرفتن که این بچه ها یاد گرفتن که روی مامانشون نمیشه حساب باز کرد، پس خودشونو بی نیاز نشون میدادن. این دسته از بچه ها رو اعتقاد داشتن که اینا دلبستگی ناایمن دارن از نوع اجتنابی. یه دسته دیگه از بچه ها بودن که وقتی مامانه میرفت خیلی ناراحت میشدن و وقتی مامانه برمیگشت هم میخواستن مامانشون رو بغل کنن، هم همزمان خیلی از مامانشون دلخور و عصبی بودن. اعتقاد داشتن که این بچه ها نمیدونن که به مامانشون اعتماد کنن یا نکنن، چون مامانه بعضی وقتا هست بعضی وقتا نیست و باعث شده که این بچه ها باز یه مدلی از دلبستگی ناایمن رو داشته باشن، ولی از نوع اضطرابی. از به طور کلی 3 دسته دلبستگی رو مطرح کردن که 2 تاش ناایمن بود، یکیش ایمن بود. بعدها اومدن یک دسته دیگه هم به دسته دلبستگی های ناایمن اضافه کردن که اسمش دلبستگی آشفته بود و این مربوط میشد به بچه هایی که مورد سوء استفاده و خشونت قرار گرفته بودن و آسیب دیده بودن.
حالا این دلبستگی ها و شناختنشون چرا مهمه؟ چون همین الگوها توی بزرگسالی هم با ما میمونن. بچه هایی که دلبستگی ایمن داشتن وقتی که بزرگ شدن هم دیدن که اینا راحت‌تر توی رابطه هاشون هم اعتماد میکنن و تعادل بیشتری دارن. اونایی که دلبستگی ناایمن اضطرابی داشتن توی رابطه هاشون هم خیلی نگران رها شدن می شدن یا بیشتر وابسته می شدن. اونایی که دلبستگی ناایمن از نوع اجتنابی داشتن کسایی بودن که توی بزرگسالیشون انگار کلا نمیخواستن خیلی وابسته بشن یا به کسی نیاز داشته باشن و از صمیمی شدن توی رابطه ها خیلی اجتناب میکردن. پس اگه بخوام ساده تر بگم، الگوی دلبستگی که توی بچگی ما شکل میگیره یه جورایی داستان زندگی ما رو میسازه و توی بزرگسالی هم با ما میمونه. حالا ددی ایشوز و مامی ایشوز تو این مدل یعنی چی؟ ددی ایشوز میشه اون دلبستگی ناایمنی که نسبت به پدر وجود داشته و الان هم با فرد مونده. معمولا دلبستگی اضطرابی یا اجتماعیه که توی این شرایط ممکنه فرد پدرش توی زندگیش غایب بوده یا ثبات زیادی نداشته یا پدر سلطه‌گر و ترسناکی بوده یا پدری بوده که هیچ وقت اون تایید رو به بچه نداده. مامی ایشوز هم میشه دلبستگی ناسالمی که نسبت به مادر وجود داشته. مثلا مامانه کنترلگر بوده یا از لحاظ عاطفی بی‌ثبات بوده و بچه نمیتونسته پیش بینی کنه که امروز مامانش قراره چه رفتاری رو از خودش نشون بده. یا هم ممکنه مامانه بیش از حد محافظت کننده بوده یا بیش از حد انتقادگر بوده باشه یا مامانی بوده که بچه هیچ وقت حس نکرده که برای اون مامان کافیه. حالا اگه بخوایم با دید طرحواره درمانی به این مسئله نگاه کنیم، در واقع همین زخم‌هایی که ما توی بچگیمون داشتیم تبدیل میشن به یه سری از طرحواره‌ها توی بزرگسالی ما. طرحواره‌ها یعنی یه سری الگوهای فکری و احساسی که توی بچگیمون شکل میگیرن و باعث میشن که یه سری مسائل رو درباره خودمون و دنیا به طور خودکار باور کنیم. یعنی طرحواره‌ها یک عینکی بهمون میدن که باعث میشن روابطمون رو از این به بعد با اون عینک ببینیم. مثلا اگر بچه‌ای همیشه پدرش غایب بوده یا توجه عاطفی رو بهش نمیداده، ممکنه توی ذهنش این طرحواره شکل بگیره که من هیچ وقت قرار نیست کسی رو داشته باشم که واقعاً برام بمونه و همیشه بترسه که توی روابطش آدم‌ها ترکش کنن، همیشه مضطرب باشه یا باعث شه که خیلی بچسبه به طرف مقابلش. یا مثلا فرض کن که یک بچه‌ای مامانش خیلی سختگیر بوده و مدام ازش انتقاد می‌کرده. ممکنه این حس توش نهادینه شده باشه که من هیچ وقت کافی نیستم و همیشه یک مشکلی دارم. این همون چیزیه که توی طرحواره درمانی بهش میگیم طرحواره نقص و شرم. یعنی اون زخم ددی ایشوز یا مامی ایشوز یک اسم علمی و دقیق داره توی روانشناسی که بهش میگیم طرحواره. و نکته مهمتر اینه که این طرحواره ها فقط یک خاطره یا احساس نیستن، بلکه باعث میشن که ما عمیق ترین تصمیمات زندگیمون رو بر اساس همین زخمامون بگیریم. باعث میشن که اصلا ما جذب چه آدمی بشیم یا چه جوری توی رابطمون رفتار کنیم، چه جوری عاشق بشیم یا حتی چه جوری خودمون رو ببینیم. و همینان که باعث میشن یک نفر بارها و بارها جذب آدم‌های اشتباه بشه، با اینکه میدونه این رابطه جواب نمیده، چون اون تصمیمه رو عقلش براش نگرفته، زخمشه که براش گرفته. اگر دوست دارید که درباره طرحواره‌ها و تاثیرشون توی رابطه‌ها بیشتر بدونید، حتما به پلیلیست طرحواره درمانی که توی کانالم هست سر بزنید. اونجا براتون کامل و علمی این مسائل رو براتون توضیح دادم. خب پس به طور خلاصه فهمیدیم که وقتی توی رابطه هامون دنبال یه چیزی میگردیم که توی بچگی از پدر یا مادرمون نگرفتیم، مثل تایید، مثل احساس امنیت، احساس کنترل، بهش میگن ایشو. اینا زخمایی هستن که با آدم‌ها وارد رابطه هاشون میشن. حالا میتونه مامی ایشوز باشه یا ددی ایشوز. و جالبه بدونید که ددی ایشوز هم برای دخترها میتونه اتفاق بیفته، هم برای پسرها. مامی ایشوز هم همینطور، هم برای پسرها میتونه اتفاق بیفته، هم برای دخترها.
راستی یک نکته خیلی مهم دیگه هم هست که شاید توی فرهنگ‌های شبیه به فرهنگ ما بیشتر دیده بشه. ما توی خیلی از خانواده ها مخصوصاً سنتی ترها یه چیزی داریم به اسم حفظ حرمت پدر که یه جاهایی تبدیل میشه به فاصله عاطفی با پدر. یعنی چی؟ یعنی اینکه بچه‌ها از همون اول یاد میگیرن که نباید با باباشون زیاد صمیمی بشن، نباید خیلی راحت باهاش حرف بزنن، درد و دل کنن یا نیازهاشون رو مستقیم برن بگن. خیلی ها این تجربه رو داشتن که وقتی مشکلی داشتن اول باید به مامانشون میگفتن و مامانه حالا اگه صلاح دید به پدر منتقلش میکرد. خب این یعنی این که اون رابطه نزدیک و صمیمی بین بچه و پدر اصلا شکل نمیگیره و اون حس تاییده، اون حس درک شدنه خیلی وقتا اصلا از همت پدر دریافت نشده، چون اصلا فرصت برقراری ارتباطه وجود نداشته. و این موضوع باعث شده که حتی توی خانواده هایی که پدر و مادر جفتشون بالای سر بچه بودن و از همدیگه هم طلاق نگرفته بودن، جدا نشده بودن، باز هم انگار یک پرده‌ای، یه سدی بین ارتباط بچه ها با پدرشون وجود داشته. و خب همونطوری که توی نظریه‌های روانشناسی میگیم، اون رابطه‌ای که توی بچگی شکل نمیگیره بعدها توی رابطه عاطفی بزرگسالی خودشو به شکل یک زخم نشون میده و ممکنه تبدیل بشه به ددی ایشوز. و اینجا حتی به خاطر وجود یک پدر بد هم نیست، بلکه ممکنه فقط به خاطر یک پدر خیلی خوب و محترم باشه ولی دور و ناآشنا. حالا بیایید براتون چند تا مثال رایج بزنم که ببینید ددی ایشوز و مامی ایشوز چجوری معمولا خودشو نشون میده و چقدر از اون چیزی که فکرشو میکنیم توی ماها و اطرافیانمون میتونه رایج باشه. مثلا دختر یا پسری رو در نظر بگیرید که همش میخواد ثابت کنه کافیه، همش میخواد خوب بودنش رو ثابت کنه. چرا؟ چون پدرش یا مادرش هیچ وقت بهش نگفته که بهت افتخار میکنم. یا دختری رو در نظر بگیرید که همش جذب رابطه هایی میشه که توی اون رابطه ها مورد خشونت قرار میگیره یا همش بهش خیانت میشه، چون توی بچگی هم شاید توی خانواده‌ای بوده که مدام مورد خشونت قرار میگرفته و الان هم همش جذب این مدل روابط میشه و خودش هم نمیفهمه چرا هی داره این الگو براش تکرار میشه. اینا فقط چند تا مثال کوچیک از تاثیر این مسائل توی رابطه ها بود. اگه شما هم مثالی توی ذهنتون هست حتما توی کامنت ها بنویسید که در موردش بیشتر صحبت کنیم و ببینیم که اینا هم میتونن ددی ایشوز و مامی ایشوز باشن یا نه. خب حالا که ددی ایشوز و مامی ایشوز رو خوب یاد گرفتیم، بریم سراغ اصطلاح‌های بعدی. شوگر ددی و شوگر مامی و شوگر بیبی که حالا هر جا اسم شوگر ددی رو گفتم راجع به شوگر مامی هم همینا صدق میکنه. رابطه شوگر ددی و شوگر بیبی یا همون رابطه شوگر مامی و شوگر بیبی یه جور قرارداده، یک قراردادی که غیر رسمیه و بین دو طرف شکل میگیره. یه طرف قضیه معمولاً یک مرد ثروتمنده یا یک زن ثروتمند و سن بالا و با نفوذ که نقش حامی مالی رو دارن اینا و بهشون میگن شوگر ددی یا شوگر مامی. و یک طرف دیگه معمولاً زن یا مرد جوون و جذاب و از لحاظ اجتماعی پایین تره که در ازای پول، هدیه، سفر، شهریه دانشگاه، اجاره خونه با اون فرد وارد رابطه میشه و به اینا هم خب میگن شوگر بیبی. این رابطه ها ممکنه فقط عاطفی باشه و با همراهی اجتماعی باشه، ولی توی اکثریت موارد رابطه جنسی هم بخشی از این قرار داده، حتی اگر هیچ وقت صریحاً مطرح نشه. پس چیزی که این رابطه رو تعریف میکنه یک جور قرارداد نانوشته‌ایه بر مبنای معامله که من بهت پول میدم، بهت امنیت و هدیه میدم، تو هم بهم احساس ارزشمندی و احترام بده، توجه و همراهی تو بهم بده. فرق اصلی این مدل رابطه ها با ددی ایشوز چیه؟ رابطه بین شوگر ددی و شوگر بیبی گفتیم که قراردادیه و دو طرف از اول نقش هاشون مشخصه و معمولا یه سری هدفهای مشخص و بیرونی دارن، مثل سبک زندگی لاکچری، پول و قدرت و اینجور چیزا. و لزوما اون شوگر بیبی که یک طرف قضیه است ددی ایشوز نداره.
یعنی اینکه ممکنه کسی شوگر بیبی باشه بدون ددی ایشوز و برعکس کسی ددی ایشوز داشته باشه ولی وارد رابطه شوگری نشه. بذارید یک مثال ساده برای فهم بهتر تفاوتشون براتون بزنم. تصور کنید که 2 دختر مختلف وارد رابطه با مرد سن بالا و ثروتمند میشن. دختر اول ممکنه پدری داشته که همیشه هم حضور داشته و حامی هم بوده و انتخابش برای رابطه صرفا بر اساس منفعت و اون سبک زندگی لاکچری که دلش میخواد و منطقش باشه و به خودش میگه که خب این یک بازی برده، من یه چیزی میخوام و اون هم یه چیزی میخواد و این یک قراردادیه بین ما. این آدم ممکنه شوگر بیبی باشه ولی لزوما ددی ایشوز نداشته باشه. حالا دختر دوم رو تصور کنید که پدرش رابطش باهاش سرد بوده، بهش بی‌توجهی می‌کرده و باعث شده که این دختر همیشه دنبال تایید مردها بگرده و این فرد همیشه هر موقع به یک فرد و یک مرد مقتدر و قوی میرسه فکر میکنه که این آدم تنها کسیه که میتونه بهش احساس ارزشمندی بده و جای خالی پدرش رو براش جبران کنه. این فرد ممکنه وارد همون رابطه شوگری بشه ولی انگیزش توی زخم‌ها و نیازهای روانیش باشه. پس این میشه شوگر بیبی بودن به همراه ددی ایشوز داشتن. پس اگر بخوام توی یک جمله جمع‌بندی کنم، رابطه شوگر ددی و شوگر بیبی یک بده بستون بیرونیه ولی ددی ایشوز و مامی ایشوز یه زخمیان که از درون آدمو وادار میکنه به اینکه انتخاب‌هایی کنه که گاهی خودش هم نفهمه چرا داره این کارو میکنه. حالا اگر دوست دارید که حقایقی رو از دنیای شوگر بیبی ها و شوگر ددی ها یا شوگر مامی ها بدونید که معمولا کسی راجع بهشون صحبت نمیکنه، حتما برام توی کامنت ها بنویسید که بدونم چقدر مشتاقید که ویدیوی بعدی رو توی این زمینه بگیرم یا برم سراغ یک موضوع دیگه. اگر این ویدیو براتون جالب و مفید بود لایکش یادتون نره که خیلی بهم انرژی میده و چنل رو هم حتما ساب کنید که کلی ویدیوهای دیگه هم توی راهه. توی ویدیوی بعدی میبینمتون.